به نام خدا سلام، من علیرضا باطن هستم و اینجا کانال الکلند. توی آموزش میخوام بهتون بگم جریان الکتریکی چیه و چه انواعی داره و کلا در مورد ماهیت جریان و اختلاف پتانسیل و اینها که باعث ایجاد جریان میشه صحبت کنیم. بنابراین اگر از افراد هستید که تازه با دنیای الکترونیک آشنا شدید یا جزء دانشجوهای تازه ورود به حوزه برق الکترونیک هستید، حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید تا مفهوم و ماهیت جریان الکتریکی رو به طور کامل بلد بشید. ببینید توی زندگی هر دستگاه سیستمی که میبینید داره با انرژی الکتریکی کار میکنه و این نیاز به عبور جریان الکتریکی داره تا بتونه شروع به کار بکنه. اسباب مختلف در برابر عبور این جریان خب رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن و این باعث میشه که ما ضرورت شناخت جریان رو بهتر درک کنیم. حالا اولین سوالی که برای ما پیش میاد اینه که تعریف جریان الکتریکی اصلا چیه؟ ببینید، مقدار بار الکتریکی که از واحد سطح در یک ثانیه عبور میکنه بهش میگن جریان الکتریکی. این تعریف علمیش هست و در واقع جریان الکتریکی ناشی از حرکت الکترون هاست توی یه جسم رسانه که من کامل در مورد الکتریسیته و الکترون ها توی یه ویدیو دیگه تحت عنوان مبانی الکترونیک کامل صحبت کردم و این مباحث رو باز کردم. پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو هم ببینید که بتونید مفهوم اون رو هم درک کنید. ویدیو خیلی مفید و جذابی هست که خیلی خوبه، حتما ببینیدش. اما خب مسئله اینجاست که تفاوت اجسام رسانا و نارسانا توی چیه؟ چرا مثلا فلزات رسانا میتونن جریان از خودشون عبور بدن اما پلاستیک‌ها که نارسانا نمیتونن این کار بکنن؟ علت رسانا بودن این اجسام در واقع الکترون آزادیه که توی لایه آخر اتم ها وجود داره. هر جسمی مثل فلزات که توی لایه آخرشون، لایه آخر اتمشون در واقع الکترون آزاد داشته باشن رسانان، و هر جسمی که اون الکترون آزاد رو نداشته باشن مثل چوب یا پلاستیک اینا میشن نارسانا یا عایق. خب تا اینجا متوجه شدیم که جریان الکتریکی فقط توی اجسام رسانا ایجاد میشه. توی این تصویر که میبینید ما یه جسم رسانا رو داریم و هر اتم در واقع یه دونه الکترون آزاد داره که به دور هسته اتم داره گردش میکنه. هسته اتم رو توی این شکل با آ نشون دادم و الکترون آزاد مربوط به اون لایه آخر هر اتم هم با بی نشون داده شده. شاید توی نگاه اول به تعریف جریان که نگاه کنید اینجور به نظر بیاد که برای جاری شدن جریان الکترون ها از اول مثلا اون جسم شروع به حرکت میکنن و بعد از انتهاش میان بیرون. اما خب واقعیت موضوع چیز دیگه ای. اتفاقی که واقعا رخ میده اینه که ما از ابتدای قطعه الکترون به اتم رسانه منتقل میکنیم و انرژی این الکترون باعث جابجا شدن الکترون تو اتم بعدی میشه و این روند تا آخرین اتم ادامه پیدا میکنه و به شکل جریان در مدار الکتریکی جاری میشه. حالا چه جوری جریان الکتریکی ایجاد میشه؟ برای ایجاد جریان تو رسانه ما به اختلاف پتانسیل دو طرف جسم رسانه نیاز داریم تا بتونیم به کمک این اختلاف پتانسیل الکترون های آزاد جسم رسانه رو به حرکت در بیاریم. حالا اگه ما بیایم یه اختلاف پتانسیل دو طرف جسم ایجاد کنیم که تو این تصویر مشاهدهش میکنید، الکترون های آزاد به سمت پتانسیل مثبت به حرکت در میان و وظیفه انتقال بار الکتریکی داخل جسم رو در واقع برای ما انجام میدن. توی حالت میگیم جریان الکتریکی در جسم ایجاد شده و الکترون ها
حامل‌های بار برای ما هستن. اما چطوری باید اختلاف پتانسیل ایجاد کنیم؟ اولین روشش اینه که توسط مغناطیس این کارو بکنیم. با ایجاد یک میدان مغناطیسی میتونیم جریان الکتریکی به وجود بیاریم. تو این تصویر یه سیم پیچه می‌بینی که دوره آهن رو با پیچیده شده و قطباش با رنگ قرمز آبی نشون داده شده. اگه دو طرف سیم پیچ رو ما به یه ولتمتر وصل کنیم، ولتمتر در واقع وجود پتانسیل الکتریکی تو سیم رو به ما نشون میده. یعنی اگر به جای ولتمتر یه لامپ باشه، جریان الکتریکی در سیم پیچ ایجاد میشه و لامپ روشن میشه. اما علت به وجود آمدن پتانسیل الکتریکی تو سیم پیچ چیه؟ آهن رو با اطراف خودش میدان مغناطیسی ایجاد میکنه دیگه و این میدان مغناطیسی تو این تصویر نشون داده شده. خطوط مغناطیسی از قطب S آهن رو به قطب N حرکت میکنه. اگر سیم پیچ رو ما با اندازه مناسب سر راه این خطوط مغناطیسی قرار بدیم، یعنی با تعداد دور مناسب، چون که میدان مغناطیسی حول سیم پیچ ایجاد میشه، یه پتانسیل الکتریکی دو سر سیم پیچمون ما خواهیم داشت که توی شکل با نقاط آبی نشون داد. جالبه بدونید عکس این قضیه هم هست، یعنی ممکنه که اگه توی یه سیم جریان الکتریکی ما ایجاد کنیم، در اطراف سیم میدان مغناطیسی ایجاد میشه و میتونیم از این میدان استفاده های مختلف بکنیم. حالا تو این شکل ایجاد میدان مغناطیسی با رنگ قرمز حول یه سیم که جریان الکتریکی داره از داخلش عبور میکنه نشون داده شده. راه دوم اینه که ما جریان توسط نیروی گردشی ایجاد کنیم. تقریبا تو همه نیروگاه برق از این روش برای ایجاد جریان و پتانسیل الکتریکی استفاده میکنه. حالا سوال اینجاست که چجوری از چرخش یک ژنراتور برق تولید میشه؟ توی این شکلی که بهتون نشون میدم اساس کار همه ژنراتورها مشخص میشه. یه سیم فلزی به شکل خاص که با بی نشون داده شده، البته توی عمل سیم استفاده نمیشه بلکه از سیم پیچ بزرگ استفاده میکنه. ما بین دو تا قطب آهنربای دائمی که با آ نشون داده شده قرار میگیره. با چرخش سیم بی بین دو قطب آهنربای آ، یک میدان مغناطیسی اطراف سیم به وجود میاد و باعث ایجاد پتانسیل و جریان الکتریکی درون سیم میشه. هر چقدر سرعت چرخش تعداد سیم پیچا و خب در نتیجه حجم توربین بیشتر باشه، جریان الکتریکی که تولید میشه یعنی اون برق تولیدی بیشتر خواهد. راه بعدی برای ایجاد جریان روش شیمیاییه. با استفاده از فرآیندهای شیمیایی ما میتونیم جریان الکتریکی ایجاد کنیم که نمونه بارزش باتری هست. در داخل باتری از ترکیبات شیمیایی مخصوص استفاده میشه تا توی دو سر باتری یا به عبارت صحیح‌تر در دو سر قطب‌های باتری پتانسیل الکتریکی به وجود بیاد. اگه بین دو قطب باتری با استفاده از سیم و یه مصرف کننده مثل لامپ اتصال برقرار کنیم، جریان الکتریکی ایجاد میشه که توی این شکل ایجاد جریان الکتریکی تو سیم و مصرف کننده جریان که همون لامپ قرمز هست رو دارید مشاهده میکنید. اما فرمول شدت جریان الکتریکی چیه؟ ما مقدار یا شدت جریان الکتریکی عبوری از یک ماده رو با واحد آمپر میشناسیم که علامتش با ای بزرگ نشون داده میشه و حرف متناسب با جریان هم توی نمادگذاری مدارای الکترونیکی با حرف آی هست. و برای محاسبه جریان عبوری از یه سیم کافیه که تعداد بار عبوری توی واحد زمان رو از این سطح مقطع مشخص محاسبه کنی که رابطش هم میشه آی مساوی کیو تقسیم بر تی. آی جریانه، کیو باره و تی زمانمون هست.
برای مثال اگه به یه سطح عمود از یه رسانه نگاه کنیم، اگر 3 ثانیه زمان ببره تا مثلا 6 کولمبار از این سطح عبور کنه، ما میگیم که جریان عبور از این سیم 2 آمپره. طبق روابطی که در واقع ایجاد شده در قانون اوم، اگه جریان در حال عبور از یک مقاومت باشه، از رابطه جریان هست که میشه I مساوی V تقسیم بر R. حالا جهت قراردادی جریان الکتریکی چجوریه؟ از ترمینال منفی منبع تغذیه شروع میشه و به سمت مثبتش حرکت میکنه. اما توی علم الکترونیک جهت قراردادی جریان در جهت عبور از سمت مثبت به منفی در نظر گرفته میشه که این در واقع به خاطر جاری شدن جریان از پتانسیل بیشتر به کمتره. این جهت در واقع قراردادی برای جریان الکتریکی اواسط قرن 17 قرار داده شده، اما با اینکه تو انتهای قرن 19 تقریبا فیزیکدان‌ها متوجه جهت واقعی حرکت الکترون‌ها شدن، جهت قراردادی دیگه تغییر ندادن و هنوز تو مدار الکتریکی با همون جهت محاسبات انجام میشه. اما خب حرکت الکترون‌ها خلاف حرکت جریان الکتریکیه که من اینا توی آموزش مبانی الکترونیک هم گفتم. اما میرسیم به انواع جریان الکتریکی. جریان با توجه به منبع سازندهش، یعنی اینکه چه منبعی اون جریان ایجاد کرده، تو 2 تا نوع اصلی توی مدار ظاهر میشه. یکی جریان متناوبه که alternating current بهش میگن و جریان متناوب به اختصار بهش میگن AC. نوعی از جریانه که جهت عبور اون و جهت مغناطیس حاصل از اون در هر دوره زمانی مشخصی معکوس میشه. یعنی ما یه سیکل منفی داریم یا مثبت، و این جریان AC در واقع همون جریان تولید شده توی نیروگاه هاست. از طریق خط انتقال برق به مصرف کننده های بزرگ کوچیک میرسه و همون برق خروج از پریز خونه های ماست که همه وسایل برق اونجا داره روشن میکنه و کار میکنه. شکل موج این جریان های AC به شکل سینوسیه، نیم سیکل مثبته و جهت جریان مثبت و نیم سیکل منفیمون جریان معکوس رو ما خواهیم داشت که تو این نوع از جریان علاوه بر میزان یا شدت جریان، پارامتر مهم دیگه ای هم هست که همون فرکانس موج متناوب سیگناله. مثلا فرکانس برق شهری 50 هرتز و یه چیز هلوش 15 تا 20 آمپر هم جریانش. اما یه جریان دیگه جریان مستقیم. جریان مستقیم که به اختصار ما DC اون رو نامگذاری میکنیم، کاملا برعکس جریان متناوب رفتار میکنه. یعنی ما دیگه یه روند سینوسی نداریم و کاملا ثابت و پایدار هست در نوع DC. این دو جریان معمولا منابع تغذیه خاص می سازن و سلول های الکتروشیمیایی یکی از مثال ساده برای تولید این نوع جریان. باتری هم همشون جریان مستقیم تولید میکنن. همونطور که تو شکل میبینی جریان مستقیم بر یک موج ثابت و ایستا منتشر میشه و از این جریان ما میتونیم تو مصارف مشخصی که تجهیزات نیاز به برق مستقیم دارن استفاده کنیم. مثلا برق خودرو که مثال خوبی است برای جریان الکتریکی DC. اما چجوری میتونیم ما این جریان رو اندازه گیری کنیم؟ برای اندازه گیری جریان تو مدار باید از دستگاه به نام آمپرمتر استفاده کنیم که شکلش رو میبینیم. اما خب یه راه دیگه هم که بیشتر در واقع مرسومه اینه که ما بیایم از مولتیمتر، از بخش
سنجش جریانش استفاده کنیم و شیوه اندازه‌گیری جریان با آمپرمتر به این صورتی که در مسیر مورد نظر برای اندازه‌گیری باید آمپرمتر رو به صورت سری توی مدار قرار بدید و شکلش هم همونطور که میبینید اینجا نشون داده. به بیان ساده تر اگه بخوام بگم باید آمپرمتر هم به شیوهی بست که مشابه یکی از قطعات داخل مدار باشه و جریان عبوری از اون آمپرمتر هم در واقع عبور کنه تا بتونیم ما اونو اندازه گیری کنیم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم تونسته باشم تمامی موارد و مباحث مربوط به جریان الکتریکی رو تو این ویدیو یادتون داده باشم. حتما اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و برام کامنت بذارید اگر موردی بود و حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعد زودتر از بقیه مطلع بشید. خدایا رو نگهدارتون.